خیلی نگرانم. برادر خانمم تصادف کرده با ماشین زده به یه آدم فرار کرده، معلوم نیست کجاست. ماشینش به اسم مادر خانوممه، اون گرفتار میشه. خیلی نگرانم. شهریار میشینن خیابون ولیعصر، کوچه بهشتی، پلاک 18. خدا کنه حالا 110 آدرسش رو پیدا نکنه. طبقه دومن، آیفونشون نمیزنه، یه چند بار باید بزنی. البته درشون همیشه بازه، اگرم باز نبود کلید زیر رافل. خیلی پنجشنبه ها نرید، پنجشنبه ها میرید روزه. اگر هم رفتید برید حسینیه، ته همون خیابون ولیعصر یه در سبز بزرگ داره. خیلی نگرانم. الو جان عزیز، گرفتن مامان تو؟ من میدونستم میفروشنش، من میدونستم دشمن زیاد داره. خدا لعنتشون کنه. باشه سند منت که ما که نداریم. باشه آره بریم ببینم داییت هم خوب نیست با مامانت، اون ارث خورد. فکر نمی‌کنم. مامان امشب بازداشتگاهه. آره میام ساندویچ میبریم فلافل. خدافظ. چیزی که نباید اتفاق میافتاد اتفاق افتاد. خیلی نگران بودم. خیلی نگران.